سلام، به چنل من خوش اومدین. من یاسین فرمانی هستم و با بخش دوم از آموزش HTML در خدمت شما هستم. اگر که قسمت اول رو ندیدید پیشنهاد میکنم که ابتدا اون قسمت رو ببینید و بعد به سراغ این قسمت بیاین. خب توی قسمت قبل یاد گرفتیم که HTML چی هست، چطور میتونیم یک فایل HTML ایجاد کنیم و چطور میتونیم اون فایل رو ویرایش کنیم. حالا توی این بخش میخوام ببینیم که تگ ها و ویژگی ها چی هستن و ساختار اصلی یک فایل HTML به چه صورته. اول بیام ببینیم که تگ ها چی هستن. تگ ها اجزاء اصلی سازنده یک فایل HTML هستن. به عنوان مثال میخوایم یک عکس رو توی صفحه HTML خودمون درج کنیم. باید از تگ عکس استفاده کنیم. یا میخوام یک ویدیو درج کنیم، باید از تگ ویدیو استفاده کنیم. و یا هر بخش دیگه ای مثل لینک ها، عنوان ها، جداول و یا سایر موارد. توی قسمت های بعدی با تمامی این تگ ها آشنا میشیم. خب بیام ببینیم که چطور میتونیم یک تگ بنویسیم. من میام فایلی که از قبل ساختم رو ویرایش میکنم. از نوتپد خود ویندوز استفاده میکنم. متن اینجا رو پاک میکنم. بیام ببینیم که چطور میتونیم یک تگ بنویسیم. برای نوشتن تگ ما از علامت بزرگتر، اسم اون تگ و علامت کوچکتر استفاده میکنیم. حالا اسم این تگ ممکنه هر چیزی باشه که توی این دوره با تمامی تگ ها آشنا میشیم. من اینجا تگ پی رو تایپ کردم. پس ما یک تگ ساختیم، ولی باید بدونید که بعضی از تگ ها از دو جزء تشکیل میشن. یک تگ آغازین و یک تگ پایانی. این تگی که من تایپ کردم، تگ پی، از دو جزء تشکیل میشه. تگ آغازین که ما تایپش کردیم و حالا میایم تگ پایانی رو مینویسیم. برای نوشتن تگ پایانی مجدد علامت بزرگتر اسلش پی و علامت کوچکتر. خب حالا ما میتونیم محتوای خودمون رو بین این دوتا تگی که نوشتیم قرار بدیم. توجه کنید که این تگ از دو بخش تشکیل شده و تگ پایانی تفاوتش با تگ آغازین این هست که یک اسلش اضافه داره و ما بین این دوتا علامت میتونیم محتوای خودمون رو بنویسیم. به عنوان مثال من اینجا مینویسم سلام، وارد فایل خودم میشم، رفرش میکنم و خب میبینید اینجا برای ما نوشته شده سلام. حالا این تگ چی هست که من نوشتم؟ یه توضیح مختصری میدم، ولی خب توی قسمت های بعدی بیشتر به این تگ میپردازیم. این تگ پاراگراف هست که برای ما یک پاراگراف ایجاد میکنه. ولی خب همونجور که گفتم یک سری از تگ ها هم هستن که نیاز به تگ پایانی ندارن، یعنی محتوایی داخل اونها قرار نمیگیره، مثل تگ BR که تو جلسات بعدی توضیح میدم که اصلا این تگ چی هست. خب ولی مشکلی که داخل کد ما وجود داره این هست که ما نباید بیایم تگ ها رو به صورت مستقیم اینجا تایپ کنیم. ما باید ابتدا ساختار اصلی فایل HTML خودمون رو پیاده سازی کنیم و در جای مشخصی تگ هامون رو بنویسیم. خب چطور میتونیم این ساختار رو فراهم کنیم؟ 3 تا تگ وجود داره که ما اول باید این تگ ها رو بنویسیم و بعد محتوای خودمون رو قرار بدیم. تگ اول و مهمترین تگ HTML هست که یک تگی است که نیاز به تگ بسته هم داره. خب تگ اولمون رو نوشتیم. حالا هر چیز اضافه تری که قرار هست ما بنویسیم داخل این تگ HTML قرار میگیره. ولی خب خود تگ HTML هم از دو جزء تشکیل میشه. تگ head که مجدد دارای تگ بسته هست، یعنی داخلش محتوا قرار میگیره، و تگ body.
خب این دوتا تگ هد و بادی چی هستن؟ تگ هد یک سری از تگ ها داخل تگ هد قرار میگیرن که به صورت مستقیم توی صفحه ما به نمایش در نمیان و به صورت غیر مستقیم توی صفحه نقش دارن که ما توی جلسات بعدی با تگ هایی که داخل تگ هد قرار میگیرن بیشتر آشنا میشیم. و همچنین تگ بادی که بدنه اصلی فایل HTML ما هست و هر چیزی که داخلش قرار میدیم داخل صفحه برای ما به نمایش در میاد. بیام یه مثال بزنیم برای تگ هد، ببینیم به عنوان مثال چه چیزهایی میتونه داخل تگ هد قرار بگیره که به صورت غیر مستقیم توی فایل HTML ما نقش دارن. یه تگ وجود داره به اسم تگ تایتل که این هم مجدد دارای تگ بسته هست و این تگ تایتل عنوان فایل ما رو مشخص میکنه. به عنوان مثال من اینجا می نویسم آموزش HTML، سیو میکنم، فایلمون رو باز میکنیم. همینجور که میبینید عنوان صفحه ما فعلا index.html هست، ولی ما صفحه رو رفرش میکنیم و میبینید که عنوان صفحه ما تغییر پیدا کرد به آموزش HTML. حالا خدمتتون توضیح دادم که هر چیز که ما نیاز هست که داخل صفحه اونو به نمایش در بیاریم داخل تگ بادی می نویسیم. به عنوان مثال همون تگی که قبل نوشتیم، تگ پی، تگ باز، تگ بسته و محتوا رو داخل این تگ قرار میدیم که خدمتتون عرض کردم تگ پی تگ پاراگراف هست، برای ما یک پاراگراف ایجاد میکنه. صفحه رو رفرش میکنیم و میبینید که همه چیز به خوبی داره کار میکنه و اینجا برای ما تگ پیمون رو به نمایش در میاره و نوشته شده محتوا. خب علاوه بر چیزهایی که من نوشتم، یعنی همونجور که خدمتون گفتم ما نوشتیم HTML و بعد داخل اون تگ هد رو قرار دادیم و بعد تگ بادی رو قرار دادیم. علاوه بر اینها ابتدای همه باید یک تگ دیگه قرار بدیم که خدمتون توضیح میدم کاربرد این تگ چی هست. این تگ تفاوتی داره که اینجا متوجه میشید. برای نوشتن این تگ از علامت بزرگتر، علامت تعجب و بعد با حروف بزرگ تایپ میکنیم داک تایپ، یه اسپیس میزنیم و می نویسیم HT، با حروف کوچک می نویسیم HTML و علامت کوچکتر. یک تگ نوشتیم که نیازی به تگ بسته نداره و ابتدای فایل HTML ما قرار میگیره. خب کاربردش چی هست؟ کاربردش این هست که به مرورگر ما میفهمونه این فایل یک فایل HTML هست و نوشتنش توی تمامی فایل های HTML ضروری هست. خب پس یاد گرفتیم که ساختار فایل HTML ما باید به چه صورت باشه. من این تگ تایتل رو پاک میکنم، تگ پی رو هم پاک میکنم و بیایم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. اول از همه نوشتیم داک تایپ HTML، یعنی یه تگ اصلی رو باز کردیم که مرورگرمون بفهمونیم که به اصطلاح این فایل چی هست. بعد از اون اومدیم تگ اصلی HTML رو باز کردیم، تگ باز و تگ بسته. داخل فایل تگ HTML اومدیم دو تا تگ دیگه قرار دادیم، تگ هد که خدمتون توضیح دادم به صورت غیر مستقیم روی صفحه اثر داره و تگ بادی که گفتم هر چیزی که داخل تگ بادی قرار بگیره توی صفحه به ما نشون داده میشه. و یک تگ هم که با هم یاد گرفتیم تگ تایتل که میتونه عنوان صفحه ما رو تعیین کنه که اینجا من می نویسم عنوان صفحه، سیو میکنیم، مجدد مشاهده میکنیم که این تغییر کرد.
خب تگ رو با هم یاد گرفتیم. همینجور بهتون گفتم که ما دو مدل تگ داریم. یه سری از تگ ها نیازی به تگ بسته ندارند. حالا بیایم با ویژگی ها آشنا بشیم. یه توضیحات مختصری خدمتتون میدم در مورد ویژگی ها و خب توی قسمت های بعدی به صورت کامل یاد میگیریم که این ویژگی ها چه کاربردی دارن. میام یک مثال میزنیم. به عنوان مثال ما قراره که یک تگ بنویسیم که این تگ قراره برای ما یک لینک رو به نمایش در بیاره. تگ لینک A هست که این هم مجدد توی قسمت های بعدی خدمتتون توضیح میدم. میایم تگ رو می نویسیم، تگ بسته اون رو هم می نویسیم و اینجا میایم بین دو تا تگ متن لینک رو قرار میدیم. برمیگردیم توی مرورگر رفرش میکنیم و خب همونجور که میبینید نوشته شده متن لینک، ولی خب این انگار لینکی وجود نداره، به صورت لینک نیست، به صورت یک متنه. ما علاوه بر تگ ها یه چیز دیگه داریم به اسم ویژگی. ما میتونیم به این تگ ها یه سری ویژگی بدیم. به عنوان مثال بیایم به این تگ A که بهتون گفتم یک تگ لینک هست بهش بگیم که لینکت چی هست. حالا ببینیم چطور میتونیم این ویژگی ها رو به تگ هامون بدیم. برای تایپ ویژگی یا برای درجه ویژگی میایم اسم اون ویژگی که حالا هر چیزی که هست، به عنوان مثال A، تگ A یه ویژگی داره به اسم B، میایم می‌نویسیم B. بعد از اون مساوی قرار میدیم، میایم دو تا دبل کوتیشن قرار میدیم و بین این دو تا دبل کوتیشن میایم اون ویژگی رو می‌نویسیم. به عنوان مثال ویژگی ما C هست. پس برای اینکه یه ویژگی به تگ خودمون بدیم به این صورت ابتدا اسم اون ویژگی رو می‌نویسیم. البته این مثال هست، B و C مثال هست که اینو با هم تسکیهش میکنیم. یه ویژگی داریم برای تگ A به اسم B که مقداری که این ویژگی هم داره C هست. حالا بیایم بیشتر توضیح بدیم که شما بیشتر متوجه بشید. به عنوان مثال همین تگ A برای اینکه بهش لینک بدیم یه ویژگی داره به اسم href. این href همون لینک این تگ ما هست. پس میام می‌نویسیم href مساوی دو تا دبل کوتیشن و بعد لینک خودمون رو تایپ میکنیم. اینو سیوش میکنیم، برمیگردیم به فایل HTML خودمون، رفرش میکنیم. همینطور که میبینید رنگ این متن عوض شد، یه خط هم زیرش قرار گرفت و اگر که موس رو بیاریم روی این لینک میبینیم که انگار قرار ما رو به یه صفحه دیگه ببره. و همینطور که میبینید ما تونستیم یک ویژگی به این تگ بدیم. تگ های مختلف ویژگی های مختلف دارن. بابت یادگیری تگ ها و ویژگی ها نگران نباشید. توی قسمت های بعدی تگ ها رو تک تک من خدمتتون عرض میکنم و همچنین ویژگی های اونها رو هم بهتون میگم که انشاءالله بتونید به خوبی HTML رو یاد بگیرید. ممنون از توجه شما عزیزان. خدا نگهدار.